امروز 12 فوریه است و برنامه خبری رادیوی آزادی تقدیمتان. سلام، نخستم را با شما میبینیم که در برنامه کدام موضوعها را داریم. مفتشان ضد فساد алимардонов را بازپرسی کردند. اگروینوست بانک تا به حال نمیتواند بیش از 730 میلیون سومانی امانت مردم را برگرداند. یک مرتبه وابسته به اون مبلغ‌های کردیتی که از جانب مقامات مورد تفتیش قرار گرفته شده بود، مورد بازپرسی قرار داده شده بودند. شاهید گران بود، باز گران‌تر می شود. ظاهراً طلب بوجی نو از شرکت‌های ساختمانی در دوشنبه به نرخ خانه‌ها به تاثیر نمی‌ماند. همه قدر میگم که 600 سوماش میگیرم، فکر میکنم نمیرسد. در میان چهار دریا و یا سیمای زنانه مهاجر دوری از مادر مهاجر فرزندان را بر محل بزرگ کرده است. مثل زنکای کلونه که همین در خونهشون کار میکنن، نه رنگ ما در خونهمون رنگ هم زنکای کلون کار میکنم. و اکنون تفسیر خبرگزاری شد. در یک سال گذشته صدها منصبداری توجیک وابسته به کروپسیا مجازات شده و 172 نفر آنها از وظیفه محروم گردیدند. این امور امروز ضمن نشست مطبوعاتی اژانسی ضد فساد صدا داد. در این برابر مثل سالهای قبل وزارت تندرستی و معارف به عنوان نهادهای فسادزده کشور یاد شدند. اما طبری به نظر می رسد در نشست خبری قضیه بازپرسی شدن مرادلی علیمردانوف بیشتر سر و صدا پیدا نمود. مقامات آژانسی ضد فساد در تاجیکستان تصدیق کردند که مرادلی علیمردانوف رئیس اگروینوست بانک بازپرسی شده است. او همگی یک مرتبه وابسته به اون مبلغ‌های کردیتی که از جانب مقامات مورد تفتیش قرار گرفته شده بود، مورد بازپرسی قرار داده شده بودند. شاهید اگروینوست بانک تقریباً 4 سال باز با بحران روبروست و نمیتواند بیش از 730 میلیون سومانی امانتی مردم را بازگرداند. خبری بازپرسی مرادلی علیمردانوف سال گذشته سر و صدای زیادی را در رسانه‌ها به میان آورد. گفته میشد که مقامات تفتیشاتی نسبت به مرادلی علیمردانوف رفتاری دغلانه کردند. مراجعات وابسته به دغلی یا که درستی رفتاری کارمندان ما از جانب خود او به مقامات وارد نشده است. خودی مرادلی علیمردانوف و بانک زیر رهبری او تا به حال این قضیه را شرح نداده است. مرادلی علیمردانوف سال 2015 در آغاز بحران بانکی رئیس اگروینوست بانک تعیین شد و بیش از یک سال باز کم نما است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اظهار امیدواری کرده است که با حل شدن مشکلات سیاسی روابط دوشنبه و تهران رو به بهبودی می‌آورد. مسئله مناسبات این دو کشور یکی از موضوع مطرح شده در نشست خبری این نهاد بود که امروز در دوشنبه دایر گردید. سراج‌الدین موریدین در این برابر در رابطه با موضوعات مختلفی داخل و خارج کشور اظهار نظر کرد. شادمان یتیم در این باره گزارش می‌دهد. چنین مشکلات نباید در بین کشورهای دوست و برادر وجود داشته باشد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان میگوید در روابط سیاسی دوشنبه و تهران یک مشکل کوچک باقی مانده است و امیدوار است که مناسبت‌ها خوب خواهند شد. فعلا نیز ما تلاش داریم که البته مناسبت‌ها باز هم خوبتر شود. بعضی گروه‌های سیاسی و مالیوی این کشور اون تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی حزب نهضت اسلام که با اون واقعه‌های 4 سپتامبر 2015 دست داشتند، همین گروه‌های مالیوی و اقتصادی همین ساختاری یا که تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی رو دستگیری میکنند. برای همین فقط در مسائل سیاسی ما کمی گوییم که مشکلات با این کشور داریم. وزیر کارهای خارجه در حال سبب اصلی سرد شدن مناسبت‌های دو کشور را با پشتیبانی ایران از حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت می‌داند که مسئولان این حزب آن را رد کردند. وزیر امور خارجه تاجیکستان 12 فوریه در نشست مطبوعاتی به سؤال خبرنگاران پاسخ میداد. گفت که در بخش‌های دیگر از جمله اقتصادی اجتماعی میان دوشنبه و تهران مشکلی وجود ندارد و افزود که شماری از شرکت‌های ایرانی در طرح مهم راغون شرکت دارند. اظهار نظر وزیر امور خارجه تاجیکستان در مورد روابط با ایران در حال صدا داد که رئیس جمهور امامعلی رحمان در پیام مردم ایران را به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی تهنیت گفته است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همچنین در رابطه با وضع شمال افغانستان و سر و صداها درباره احتمال خطر از آن سوی مرز اظهار نظر کرد. به سؤال خبرنگاران که
تا کجا وضعیت تشویش آور است و آیا احتمال بازگشتن مرزبانان روس وجود دارد گفت ما در رژیم معتدل سرحد خود حفظ کرده ایستادیم و یگان اون خیل تغییراتی گوییم که فوری که از اون طرف ما حس کنیم که در اینجا باز هم مقدار تروریست‌ها زیادتر شدن ما این گونه معلومات نداریم. وزیر کارهای خارجه همچنین گفت روزهای نزدیک جلسه کمیسیه بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان دایر می شود و این کمیسیه از این پس برای معین کنی مرز و علامتگذاری آن به فعالیت‌های عملی بیشتر کار می‌کند. ما الان این را بررسی کردیم با جانب قرقیزستان و خصوص در ملاقات من با وزیر کارهای خارجه قرقیزستان در سمرقند 12 ینور ما باوری دارم که بعد از این جلسه ای که در پیش است همین پروسسی گفتگوها تیزانیده می شود. سالهای زیاد است که مقامات تاجیک و قرقیز درباره مذاکرات در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز، تعیین سرنوشت انکلاوها صحبت میکنند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در تاجیکستان سال گذشته بیش از 1 میلیون متر مربع منزل ساخته و به استفاده داده شده است که در سالهای اخیر رکوردی می باشد. اما با این وجود تا به حال اکثریت ساکنان در این کشور بنابر قیمت بودن نرخ خانه نمی توانند صاحب سرپناه باشند. هرچند گفته می شود اصلاحات اخیر در قانونهای کشور ارزش منزل زیست را باز هم بلندتر خواهد برد. همکاران ما از تلویزیون نستایش وریم در این باره گزارش تهیه کردند و آن را تقدیم میکند. اکثر ساکنان تاجیکستان امکانیت خریداری خانه در بلند آشیانه نوساخت را ندارند. ارزش 1 متر مربع در ساختمان ها حدود $500 را تشکیل می دهد. در حالی که معاش میانه در کشور همگی $200 است. برای صاحب شدن به 5 متر مربع یک ساکن تاجیکستان باید تمام معاش یک سالش را پسنداز کند. مسئله گرفتن ایپوتک نیز برای خریداران خانه نمی تواند راه حل باشد. یک به حاضر شرایطی که مثال معاشی که ما مثال اگر بگیریم به این نمیرسد. برای چی که حساب کنید که معاشی که همه روز ما میگیریم فقط در همون روزگاری تامین روزگاری خود ما میرسد. در تاجیکستان با این نرخ ها خریدن خانه تقریبا غیر امکان است اگر منصبدار و یا به تجارت مواد مخدر مشغول نباشید. با درآمد من خریدن خانه امکان ندارد. همه قدر میگم که 600 سوماش میگیرم فکر میکنم نمیرسد. ما فکر کرده برام آدم چی رو نمیدونم حیران شد چه کنیم از دیگه کارم نیست نه کارا هیچی. ساختمان بناهای نو استقامتی زنبروخ‌های بعد باران را میمانند. تقریبا 10,000 متر مربع در یک ماه. نرخ منزل یک حجره‌ای که مساحتش 50 متر مربع است از 25 تا $30,000 را تشکیل می‌دهد. این گونه خانه‌ها تیز به فروش می‌روند. ولی متخصصان میگن که دایره افراد خانه‌خوار محدود بوده، اکثرا منصبدار و یا تاجر هستند. مثلا صاحبکارانی هستند که این خانه ها را به مقصد به اجاره دادن و یا با نرخ قیمت تر فروختن میخرند. همچنین آنهایی هستند که منزل هایشان را تخریب کردند و با پولی که برایشان همچون جبران داده می شود در بناهای نوساخت منزل خریداری میکنند. با وجود آنکه در یک سال اخیر قیمت هر یک متر مربع خانه ها تا 30% پایین رفت، اما برای بیشتری مردم نرخ ها دستنارس باقی ماند. این هم در حالی است که به باور کارشناسان به همین زودی نرخ خانه ها باز بلند می رود. زیرا پارلمان تاجیکستان به قانون درباره دیگر پرداخت ها تغییرات وارد کرد و موافق آن شرکت های ساختمانی من بعد برای به دست آوردن اجازه ساختمان به هر یک متر مربع زمین از 17 تا $22 باج پرداخت خواهند کرد. سازمان های بودجویی و انشاءات سیاحی و صنعتی از سپردن این باج آزاد هستند. مبلغ جمع شده برای رشد بخش اجتماعی مصرف می گردد. مثلا بنیاد کودکستان ها و یا تعمیری راه ها. ما همه این مسئله ها را آموختیم و بعداً به پارلمان پیشنهاد کردیم. این جنبه منفی ندارد. اما تحلیلگران میگن وکیلان عامل اصلی وارد کردن تغییرات را نام نمیبرند. آنها میگن این اقدام مخصوص به خاطر بلند برداشتن نفوذ شهرداری است. جنبه اول این است که مؤلفان طرح مذکور با لابیگری منفیتی مأموریت شهرداری که طور معلوم است در این مقام پسر پرزیدنت کشور امام علی
رحمان فعالیت دارد ظاهرا خواستند از حساب مبلغ‌گذاری الوه‌ای در غنی کردن بودجه پایتخت سهم گذارند. البته چنین تجربه در کشورهای دیگر نیز هست. جنبه دیگرش این است که با نظرداشت وجود عامل‌های منفی و کورپسیونی به خصوص سطح پرداخت پذیری ساکنان تاجیکستان اصلاحات وارده و بازار تأثیری بد خواهد داشت. С учетом наличия коррупционных отношений и других негативных явлений طی سالهای اخیر در تاجیکستان نوهای نوی اندازستانی رایج می شوند. طبق آمار رسمی شماره صاحبکاران کم گشته و از این حساب درآمد به بودجه کاهش یافته است. اخیراً حکومت به بررسی مسئله پولکی کردن شاهراهای بین شهری پرداخت. ظاهراً بودجه شهری از حساب باج ستانی از ساختمانها غنی خواهد شد. و گزارش بعدی ما نیز از سرنوشت خانواده قصه میکند که محض قرضداری به خاطر بنیاد خانه مادر و سالهاست از فرزندانش جدا کرده است. مادر میگوید هرچند میداند که این همه دوری مهر فرزندان را نسبت او کم کرد اما امکان برگشتن را فعلا ندارد. به گفته زینت فیض و ساکن نویه شهر نو از یک سو مهنت وزنی در غربت و سوی دیگر غم و غصه فرزندان به سلامتیش اثر کرد اما بیشتر از همه او از امنیت کودکانش خاطر است چون در تنهایی به وای میرسند. برای یوسفی بازنده این اویلا آشنا شد. جهانگیر 17 ساله بعد از صنف 9 دیگر به مکتب نرفت. نه اینکه خواندن نمیخواست بلکه نمیتوانست. زیرا مادر تنهایش در مهاجرت کاری در روسیه است و جهانگیر باید 2 خواهر و 2 طفل یتیم مانده خاله مرحومش را سرابانی کند. حتی در جای هم کار کردن نمیتواند. زیرا در منزل ناتمامشان که در یک تپه بیرون از دهه گلستان ناحیه شهر نو بنیاد شده است برای مخصوصاً دختران نابالغ جای امن نیست. وقتی که ما همین خانه را ساز کردیم همین قصاص کرده تونستیم که اوچم رفت که باید همین را ساز کنیم دوام شه. پدر این خانواده از مادرشان چند سال قبل جدا شده بود. بر اضافه خاله جهانگیر در روسیه سر فرزند رفت و 2 طفل یتیم مانده خواهر را مادر جهانگیر به پرستاری گرفت. خواهر کلان جهانگیر نیز با سبب وضع مشکل زندگی خانواده بعد از صنف 9 دیگر به مکتب نرفت. مثل زنکای کلانه که همین در خونهشون کار میکنن نه رنگ ما در خونهمون رنگ هم زنکای کلان کار میکنیم. ما خودمون مایده هم با 2 کودک مایده قطیمونه کودکای خالای رحمتیم قطیمونه مثل گریب میشوند سلفه میشوند چیکار کنیم در که بگیم خودمون نگاش میکنیم. در این خانواده تنها دختر 14 ساله‌شان تحصیل میکند. او در صنف 7 میخواند اما میگوید وضع روزگارشان اگر همین طور باشد باور ندارد که پس از ختم صنف 9 تحصیل را ادامه دهد. زیرا میگوید سال جاری نتوانست لباس مکتبی خرد و مجبور شد لباس‌های کهنه مکتبی خواهر کلانش را پوشیده به درس رود. هم پولی که چم رو میکنم فقط می خورد و خوراکی میخریم تمام. زینت وایسова مادر خانواده را پرداخت قرض برای ساختمان منزلش مجبور به مهاجرت کاری در روسیه کرده است. در روسیه در یک طرفخانه طبق و کاسه میشوید. در تاجیکستان جای کار نداشت. با پول قرض برای فرزندانش سرپناه نیمه ساخت بنیاد کرد ولی آنها را اجبار تنها گذاشت. به پیش فرزندم برم به پیش فرزندم فقط من بازی در نظر من فقط به پیش دخترم رفتم در خود برای وقتی پیر خود نیوازرس شده باید که من وارا مثال گپ یک کسی باشه در برشون که مثال گپ فهمم. این خانواده زن مهاجر به آب دسترسی ندارد. از پول مهاجرت مادر فرزندان یک ماشین آب را تا 100 سومانی میخرند. اما چون ظرف نگهداری بزرگ هم ندارند پول یک ماشین آب را میدهند و نصفش را اجباراً به درختان میریزند و یا در زمین نزد حولی. آب برف و باران یگانه منبع دسترسی به آب برای شستشویشان است. گزارش مذکور در اساس کمک‌خواهی زینت وایسف از رادیو آزادی تهیه شده است. اگر شما می‌خواهید با رادیو آزادی همکاری کنید عکس و نوار و خبر خود را طریق رقم 420 724 056 61 به وایبر و واتساپ ما بفرستید. با عرض سپاس از آن که در این 15 دقیقه ما را تماشا کردید. برنامه امروز را پایان میبریم. نوارهای جالب و گزارش‌های روز را در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. چون معمول فردا صبح بر وقت برای شما نوید بامدادی تقدیم می شود. فراموش نکنید فراگیر خبرهای تازه است. تا اون وقت خدا نگهداری هر یک شما.